یه دکور لوکس تو افکار تو هم هستش یا نه؟ سلام، من متینم و اینجا آیمیلنده. امروز اومدیم برای بررسی این کلاغ سیاه. با من همراه باش. بریم برای بررسی طراحی و ساختار این دستگاه که جوری طراحی شده که خانواده لوکس پسند این دستگاه رو انتخاب میکنن. حالا چرا؟ به خاطر یه سری نکات کلیدی و دیسکای چند منظورشه که شامل مخزن آب تمیز، آب کثیف و این مخزن کیسه‌ای مانند که برای گرد و غبار طراحی شده. بپردازیم به قدرت مکش این دستگاه و طول عمر باتریش که 8000 پاسکال قدرت مکش داره که داخل نرم افزار حتی میتونید این قدرت مکش رو بر اساس نیازاتون طبقه بندی کنید که سایلنت داره، استاندارد داره، استرانگ داره و توربو. باتری این دستگاه 5200 میلی آمپره که 170 دقیقه به شما کارکرد میده و میتونید یک خونه 150 تا 200 متری رو به یک دفعه جارو بزنید. بپردازیم به سنسورها این دستگاه شامل سیستم ناوبری لیزری LDS که برای نقشه برداری هوشمند خونتون و دور تا دورش سنسور فرش داره. به محض اینکه به فرش برسه پداشو میده بالا و میتونه قدرت مکشش هم تنظیم کنه که یا بیشتر بشه یا کمتر و سنسور ارتفاع هم داره که اگه به لبه پله یا هر جای دیگه رسید از ارتفاع سقوط نکنه. در این بخش بپردازیم به سیستم نظافتی این دستگاه که در مواقع کثیفی این ماپدا اونا رو با آب داغ میشوره و بین تایم بندی 2 تا 8 ساعتی که خودتون میتونید تنظیم کنین فنش رو روشن میکنه تا این ماپدا رو خشک کنه. از همه مهمتر 2 تا ممبراش برای این دستگاه طراحی کردن، یکی اینه یکی این که این ساده و سیلیکونیه ولی این تیغه داره که باعث میشه که موها داخلش نپیچه و گیر نکنه. و در آخر اگر یک جارو رباتی که همه کاره میخوای که هم برات تی بزنه، هم جارو بزنه و هم لوکس باشه، این دستگاه بیشک بهترین انتخابت میتونه باشه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من آیمیلند بودین. اگر که نظر پیشنهادی داشتین زیر این ویدیو برای من کامنت کنین و خوشحال میشم که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. مرسی.